سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من علیرضا هستم و به سکه خوش اومدید. امروز میخوایم در مورد نوسانگیری سکه با هم گفتگویی داشته باشیم. پس خوشحال میشیم که از پایین همین ویدیو روی سابسکرایب کلیک بکنید و لینک این ویدیو رو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. با تشکر از همه شما. طبق خبرهایی که به دستمون رسیده گفتن که گویا نرخ جهانی طلا قرار ریزشی باشه. این ریزش زیاد هم نیست، یعنی تو سکه امامی حدوداً 2 میلیون تومنه. خب اینجا یه آموزش باحال میخوام بهتون بدم. ببینید بازار یا صعودی یا نزولی. بر فرض مثال ربع سکه یا سکه گرمی یا نیم سکه، چون خریدش راحت تره، یعنی مردم اگه یه مقدار پولی داشته باشن میتونن برن تهیه‌اش کنن و بگیرنش، همیشه حبابش بیشتر از تمام سکه است. این یعنی چی؟ این یعنی وقتی که دیدین بازار افزایشیه، شما بیشتر ربع سکه و سکه گرمی تهیه بکنید. این باعث میشه که شما سود بیشتری بتونین بکنید تا نسبت به این که بر فرض مثال بیاین یه تمام سکه بخرین. اما وقتی دیدین که بازار کاهشیه، ریزشیه، شما هم نمیخواین سکه‌تون رو تبدیل به پول نقد بکنید. بیاین همه این سکه گرمی ها رو یا ربع سکه ها رو جمع بکنین، تبدیل به سکه امامی بکنین. اونطوری ضرر کمتری میکنین، چون سکه امامی حبابش کمتره. البته کسایی هم هستن که حدوداً بر فرض مثال میان 200 تا 300 تا سکه امامی میگیرن و کلا نوسانگیری میکنن. اونا بحثشون فرق میکنه، اونا باید رو سکه امامی کار بکنن. اما مثلا تعداد کمی میان رو 4 تا 5 تا 2 تا 3 تا یه دونه میخوان نوسانگیری بکنن و حالا به قول معروف میخوان از کم شروع بکنن. به نظر من از سکه امامی و سکه ربع شروع بکنن. مثلا به جای اینکه برن یه دونه سکه تمام بهار آزادی بگیرن، بیان 4 تا ربع بگیرن یا سکه گرمی بگیرن. اینطوری نوسانگیری خیلی خوبی میتونن بکنن و در واقع وقتی که قیمت ها هم بالا بره، سود خوبی میتونن داشته باشن. و اگه دیدن که بازار هم ریزشیه، تبدیل بکنن به یه تمام سکه و نگهش دارن. در مورد ثبت نام خرید سکه هم عرض کنم خدمتتون، با اعلام ضرب سکه های 404 و همچنین اعلام قیمت حدودی برای سکه ها در محدوده 60 میلیون برای تحویلی های مهر و نیز خبر 1 میلیون عرضه سکه، احتمالاً ریزش قیمت سکه رو تو بازار خواهیم داشت. پیشنهاد ما چیه؟ اگه از قبل رو سکه سرمایه گذاری کردین، مقداریش رو یا اندکیش رو میتونین اینجا تبدیل کنین و سیو سود کنین. از طرفی هم عرض کنم خدمتتون که اصلاً از این بابت نترسین که قرار توافقی صورت بگیره. اگه قرار باشه توافقی صورت بگیره، فعلا انجام نمیشه، چون وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرده هیچ قصدی برای مذاکره با حکومت فعلی در ایران نداریم. این یعنی اینکه ما در مورد قیمت دلار هیچ ریزشی نخواهیم داشت و اگر هم بخواد دلار قیمتش ریزش کنه، حدوداً 2 تومن، 3 تومن تا 4 تومن خواهد بود. و در مورد قیمت طلا هم عرض کنم که ما به خاطر اونس جهانی مقدار کمی ریزش در قیمت طلا خواهیم داشت، ولی این ریزش پایدار نخواهد بود و باز قیمت‌ها افزایشی خواهد بود. این رو هم عرض کنم خدمتتون، اگه ایران موفق به احیای برجام باشه یا هر توافقنامه دیگری، قیمت دلار بین 65 تا 78 میخواد قرار بگیره. فکر نکنید ما ریزش آنچنانی خواهیم داشت یا مثلا قرار خیلی ضرر بکنیم یا مثلا قیمت دلار بشه 1/3 یا مثلا 1/4. اصلا از این خبر نیست. قیمت بین 65 تا 78 خواهد بود، یعنی ریزش آنچنانی نخواهیم داشت. ولی خب باز حواستون باشه که ما همه سیگنال ها رو از بازار بهتون زودتر میدیم. دوستان خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودین. خوشحال میشیم که نظرات خوبتون رو برامون کامنت بکنین. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنین و این لینک این ویدیو رو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارین. با تشکر از همه شما.